امروز روز سوممونه که تا سوم کارشون نداریم، ولی فرقش با دیروز و پریروز اینه که در گنجه هاشون بسته و یه حرکتی میخوام داد روی تور دیگه. دوباره هر کی میخواد بلند شه، هر کی بره بالا بلند میشه. کاری به کار ما نداره. فردا انشالله جاکه نشون میکنیم. مثل هر روز ساعت 10:30 جاشون میکنیم، سواشون میکنیم و بریم برای گنجه تمیز کردن و دون دادن. گنجه ها رو داریم تمیز میکنیم و یه آفتاب قبل دونم خیلی مهمه. جاشون میکنیم، لاهلایشون بخوابه، دونم میریزیم جلوش، چون فردا میخوایم جاکنشون کنیم. سر همون 11 خودمون مثل هر رو دونه براشو میریزیم. ده دقیقه بعد که دونه خوردم راه مثل هر روز آفتاب دم بدنش رو بخوابه برای اینجا. نرها هم همینجور بیان رو آب و یه 10 دقیقه آفتاب بگیرم، دمش رو بخوابه جاشو کن. از امشبم ساعت 12 شبم آب میدیم دیگه. هر شب سر ساعت 11:30 تا 12 و 12 اینا کفترها رو میاریم زیر آب.